سلام دوستان، خوش اومدید به لرن تیم. قصد دارم بهتون آموزش متصل کردن همستر کامبات به کیف پول تونکیبر رو آموزش بدم. حتما آموزش نصب و راه اندازی تونکیبر رو میذارم و بتونید نصبش کنید. آره کار نداریم، وارد آموزش میشم. خب اولین کاری که باید بکنیم وارد ایردراپ میشیم. وقتی که وارد ایردراپ میشین توی این قسمت Connect Your Tone Wallet رو میزنم. Connect Your Tone Wallet مجدد. خب اینجا میاره میگه آقا کدوم رو میخوای انتخاب کنی. حتما فیلتر شکنی چیزی نصب یا متصل نداشته باشید، چون که اینکه ممکنه بپرونه. توی تونکیپر اولین چیز رو میزنم و اینجا میاره میگه که آقا متصلش کنم. روی Connect Wallet میزنم، حسن انگشت رو میزنم و منتظر میمونم تا متصل بشه. خب داون شد، اینجا الان متصل شد به کیف پولم. مجدد وارد همستر میشم. اینجا این آدرس رو هم کپی داشته باشید. روی ساکسس اومد، وقتی ساکسس زد یعنی متصل شده. خب اینجا میگه که آقا کیف پولت متصل شده به این آدرس و ببخشید همستر متصل شده به این آدرس. و پس از این که لیست شد میتونید ویدرا رو میاره، فکر کنم تو همین قسمت ایردراپ تاسک میتونید ویدرا رو بزنید و برداشتش کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. حتما واسه دوستان خودتون هم بفرستید که استفاده کند. روی سابسکرایب هم بزن که ممنون میشم از لطفت. مرسی.